دوستای خوبم سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوب ما. تو این ویدیو قصد دارم بهتون آموزش بدم چجوری نرم افزارهای آفیستون رو اکتیو کنید و علاوه بر اون اگه ویندوز سیستمتون یه موقع دی اکتیو شد اونم اکتیو کنید. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. تا حالا براتون پیش اومده که کدوم از نرم افزارهای آفیس، چه پاورپوینت باشه، چه ورد، چه اکسل، وارد بشین و تمام این خونه ها و امکاناتی که داره برای شما غیر فعال بشه؟ حتی به شما اجازه نده که شما یه شکل کوچیک بکشین، میاد و این ارور رو به شما میده: آفیس مایکروسافت اکتیویشن. اون موقع باید چیکار کنید؟ اون موقع است که شما باید بیاین و آفیستون رو اکتیو کنید. میدونید چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که شما از نسخه اصلی این برنامه استفاده نکنید، هر 180 روز یه بار آفیس خودش رو چک میکنه و اونایی که از نسخه کرک استفاده میکنن رو شناسایی میکنه، بهشون هشدار میده که بیاین و از نسخه اصلی استفاده کنید. وارد قسمت سرچ بشید و کلمه ویروس رو سرچ کنید. این قسمت ویروس پروتکشن براتون بالا میاد. از این قسمت ویروس پروتکشن ستینگ بیاین منیج ستینگ رو بزنید و اینجا قسمت ریل تایم پروتکشن رو آف کنید. ازتون اجازه میگیره و یس رو بزنید. آف شد. اینو مینیمایز میکنیم. وارد مرورگرتون بشین و از قسمت سرچ فعالساز آفیس یا KMS اکتیویشن رو دانلود کنید. دانلود رو قبلا گفتم ولی بازم یه بار دیگه بهتون میگم. از سایت سافت 98 وارد بشین که بهترین و پرکاربردترین سایته و اینجا خودش میگه نسخه کرک ویندوز. بیان اینجا اینو دانلود کنید. خیلی سریع دانلود میشه. از این قسمت روی اوپن فولدر کلیک کنید و اینجا فایلش به صورت رر براتون میاد. شما برای اینکه بتونید ازش استفاده کنید باید اکسترکتش کنید. باید کلیک کنید روش و اکسترکت هیر رو انتخاب کنید. از شما رمز میخواد. رمز این سایت هم soft98.ir هستش. حتما کیبوردتون انگلیسی باشه و از حروف کوچیک استفاده کنید. میبینید که این فولدر براتون اکسترکت میشه. روش کلیک کنید و اینجا 4 تا گزینه براتون میاد. یکیش آفیس CMD که برای اکتیو کردن نرم افزارهای آفیستونه. یکیش هم ویندوز CMD. ما الان با آفیس CMD کار داریم. روش کلیک کنید و دوباره ازتون اجازه میگیره، اجازهشو بدین و این صفحه CMD براتون باز میشه. برای اکتیو کردن شما فقط کافیه عدد 1 رو اینتر کنید و چند ثانیه بهش فرصت بدین که خودش کارشو انجام بده. بعد از چند ثانیه که کارش تموم شد به شما میگه هر کلیدی از کیبوردتون که دوست دارین رو انتخاب کنید. اینجا نرم افزارهای آفیستون اکتیو میشه. خب وقتی که شما اینتر کردین و CMD کارش تموم شد، شما به راحتی میتونید وارد نرم افزارتون بشین و از تمام قابلیت‌هایی که داره به راحتی استفاده کنید. من چون 2 شب پیش دقیقاً این اکتیویشنش رو انجام دادم، نتونستم قبل و بعدش رو خیلی خوب بهتون نشون بدم، ولی بهتون گفتم که چه اروری میده و چه اتفاقی براتون میفته. یه وقتی هست دقیقاً همین قسمت ویندوزتون ارور اکتیو ویندوز میاد و به شما یه وقتایی اجازه نصب یه سری اپلیکیشن ها رو نمیده و یه سری کارا رو نمیتونید انجام بدید. اون موقع باید چیکار کنید؟ دقیقاً همین مراحلی که طی کردیم و دوباره طی می‌کنیم. چون فایلش رو داریم دیگه نیاز نیست دانلود کنید. از فولدر دانلودتون بیاین همین قسمت و فایل کامپرسدش اینجا هست. روی ویندوز CMD کلیک کنید، پسورد soft 98 رو بزنید، soft98.ir اوکی کنید و دوباره اون CMD براتون بالا میاد. اینجا دوباره اگه یکو بزنید اکتیویشن براتون فعال میشه و بعد از چند ثانیه ازتون میخواد که اینتر کنید تا اکتیویشن تموم بشه. فرقش با مرحله قبلی این که بعد از اتمام کارش سیستمتون رو ریستارت میکنه. من چون وسط اسکرین ریکورد هستم نمیتونم ریستارت کنم و برای همین این کار رو انجام نمیدم. خیالتون از این بابت راحت. من تمام مراحلی که میگم و قبلش خودم انجام میدم. دیگه اومدیم آفیسمون و ویندوزمون رو اکتیو کردیم، وقتشه که آنتی ویروسمون رو فعال کنید. همین قسمت دوباره ریل تایم پروتکشنتون رو آن کنید. بعد از این با خیال راحت میتونید از نرم افزارهای آفیس اکتیو شده و ویندوز اکتیو شدهتون استفاده کنید. اگه این آموزش به کارتون اومد و به دردتون خورد، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. تا آموزش‌های بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.